حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به خاطر بررسی اوضاع ملتش در کوچه ها میگشت، به خاطر امنیت و آرامش ملت در کوچه ها گشت میکرد. پشت دیوار تیر میشد، مادری به دختر صدا کرد، بارها شنیدی، گفت ای دخترم آب و شیر مخلوط کن که زیادتر شود شیر ایمان. دختر گوش را به کری زد، گفت ای مادر، بار دوم صدا کرد که دخترم آب و شیر مخلوط و گد کن. گفت عمر ممنوع اعلان کرده، امیر المؤمنین اعلان کرده، باید اجرای اعلان امیر باید شود، واجب است اطاعت امیر و خلیفه. گفت دخترم در اینجا امیر در کجا هست؟ امیر در کجا؟ در خانه و در چوکی و در تختش خواب است، در سر بالین زیبا سر گذاشته هست، در شب خواب است. خلیفه در این کوچه من و تو فقیری در افتیده چه میکند؟ مسئولین را اینجا دکته داد این کار کرده حضرت عمر. هر کس که مسئول هستین کوچه ها گشت بکنین، چرسه ها و چلیمه ها و بیادبان را ادب بتن، آرامش به ملت بیارین، باید بگردین. اگر نگشتین مسئول هستین. علما اگر دعوت نکردن مسئول هستن. قضات اگر عدالت فیصله نکردن مسئول پیش الله هست. هر فرد مسئول است. دختر صدا کرد، گفت ای مادر، جرچی حضرت عمر صدا کرد در لاسپیکر و با صدای بلند، اگر لاسپیکر نبود صدا کرد که شیر و آب گد کردن جرم است، خلاف ادب اسلامی است. گفت جرچی عمرم در این کوچه چه میکنه؟ در حالی که خود حضرت عمر پشت دروازه هست. عمر خواب نداشت که دشمن خواب نداشت. هر کس که بیدار باشد، قلبش بیدار باشد، جسمش بیدار باشد، روحش بیدار باشد، قلب را تربیت کرده باشد، دشمن در امریکا میترسه است. تو بناهن دختر گفت من این کار را نمی کنم. اگر عمر نیست، جرچی عمر نیست، خدای عمر هست. ببین که دختر چه رقم تربیت شده بود. مادر پیچ سفید را از خیانت ممنوع اعلان میکند. حضرت عمر تقوای این دختر را میبیند، قلب پاک دختر را میبیند، ادب دختر را میبیند. در خانه رد میشه، میره، بچهش عاصم نام داشت. گفت عاصم تعال بیا بچیم، من تو را زن میتم یک دختر پیدا کردم، یک دختر پیدا کردم، همان را بچیم بگیر که دین دارد. بچه گفت بله پدر میگیرم، وقتی که انتخاب دینی از طرف شما هست من قبول دارم. میره حضرت عمر خواستگار میکنه. ببینین از این نکته چرا برمیابید. حضرت عمر خلیفه هست، امیر المؤمنین است، دوم لمبر بعد از انبیا ارزش دارد، مقام دارد، حیثیت دارد. بچه‌ش هم همچنان زاده عمر رضی الله عنه است. عمر که دین با اسلامش رشد کرد، علنی شد، توصیف های عمر را میدانید، 10 آیت برای عمر نازل شد. بچه همان خلیفه دختر شیرفروش را میگیرد. نه ثروت داشت، نه امکانات داشت، نه موتر داشت، نه اولی در شهر داشت، در دور افتیده بیرون از شهر و امکانات مدینه طیبه زندگی داشت. هیچ چیز نداشت به جز اون دختر ادب اسلامی داشت. دختری غریب را نمیگیری. دختری غریب صدها دین داشته باشه نمیگیری. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دختری که نه ثروت دارد، نه سرمایه، نه دنیا، فقط یک چیز دارد که خیانت نمی کند، تقوا و ادب دارد. با دختری که تقوا دارد حضرت عمر خواستگار میشه، در عاصم صاحب میگیرد. اون دختری با تقوا، نسل با تقوا به دنیا میارد. در نتیجه دختر شیرفروش فقط الله را حاضر و ناظر دانسته، ادب داشته، عروسی حضرت عمر میشه. یم خلافت، یم یک افتخار بزرگ است که عروس خلیفه میشود. حضرت عمر صاحب به بچه‌شان ایرا نامزاد میکنه، بالاخره عروسی. در نتیجه از نسل همین دختر و همین عاصم عمر ابن عبدالعزیز در دنیا تولد میشه. نطفه پاک چونین فرزند و نواده پاک به دنیا میارد. عمر رضی الله عنه این را گرفت. عمر ثانی به دنیا از نسل از این آمد، عمر ابن عبدالعزیز، عمر عادل. حضرت عمر ابن عبدالعزیز از نسل امین دختر پاک و با تقوا هست که گوسفند با گرگ در دشت و در دیار در زمان خلافت حضرت عمر عبدالعزیز یک دیگری را حمله نمی کرد. نتیجه تربیت همان دختر بود. بناهن دختری با تقوا را در زندگیتان بگیرین، دختری با ادب را بگیرین. اگر خدای نخواست دختری که دین نداشته باشد، هم واتساپ مولوی را در بدر میکنی، هم قاضی را در نتیجه یا قتل میکنی یا طلاقش میکنی.
تمام خاندان در بدر میشه. بنابراین تو پدر مسئول هستی که تربیت داشته باشه در قبال فرزندانتان. میدانی لقمان حکیم را اگر دیگه چیز نمیدانی نامش شنیدی. لقمان حکیم نه اینکه نامش در قرآن است بلکه یک سوره به نامش الله نازل کرده. پاره 21 سوال علم ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله یا ان اشکر الله. الله متعال حضرت لقمان دهها انبیا و صدها نبی شاگردش است در حالی که خودش نبی هم نیست. میدانی این مرتبه به لقمان حکیم از کجا داده شد؟ لقمان حکیم در ابتدا برده بود، سیاه رنگ هم بود، جسمش شفاف سفید هم نداشت. لقمان حکیم در ابتدا برده بود لیکن برده با تربیه بود. برده با تربیه، هدف هم سر تربیه هست. لقمان حکیم صاحب برده بود، غلام بود، سیاه‌پوست بود، بعداً مزدور بود، در نتیجه سوم آزاد شد، در نتیجه چهارم مسافر شد، در نتیجه پنجم قاضی القضات در بنی اسرائیل شد. صدها نبی پیشش زانی شاگردی قد کرده درس خوانده. پدر فرزند تربیت کن. فرزند تربیت کردی جامعه آباد میشه، در کوچه ها بهشت میشه. میدانید دنیا را صفت بهشتی ببخشین. در بهشت دزدی نیست، خیانت نیست، زنا نیست، لواطت نیست، دربدری نیست، خاکبسری نیست. دنیا را صفت گونه بهشت بگردانیم. در صورت صفت بهشتی را دنیا میگرد که ما تو تربیت شویم. از جسم کده اینجا را تربیت کن. خواه این قلب که تربیت شد، متوکل به الله شد، نه مجاهد خیانت میکنه، نه مولوی خیانت میکنه، نه ملت خیانت میکنه، نه معلم. پس گپ جور میشه. به هر صورت لقمان حکیم صاحب برده بود، بالاخره مزدور بود، در یک مولا نجاری میکرد، تق تق میخ میزد. روزی از روزها مولایش به لقمان حکیم گفت بچم برو امروز یک گوساله را در اصطلاح چپه کن، یک گوشت خوری کنیم. لقمان حکیم چون مزدور خانه بود، برده این فامیل بود، گو را کشت. بعد از اینکه گو را توته کرد گفت که یکم گوشت بسیار خوب و زیبایش بیارین که پخته کنیم. لقمان حکیم توته از زبان آورد، توته از قلب آورد. حکمت را ببینین که پروردگار همو دانایی را که بر این داده بود آل از بردگی آزاد میکنه. گفت بهترین گوشت این حیوان زبان و قلب است. اگر زبان گپی بد برآمد مردم خفه میشه، از تو بد میشنود. اگر زبان شیرین زبانی باشه مردم گپی نیک میشنود. ای بزرگا، امی غیبت چی لذت داده؟ چی کاری تا پیش برده که غیبت میکنی؟ امین تهمت چی لذت داده که پیشت آدم ها اینک تهمت میزنیم؟ امی دو زدن چی لذت میبخشه؟ امو را قربان و جان بگو چی گپ دارد؟ ام ثواب دارد، امو راضی میشه. گفت زبان بهترین هست وقتی که راست بگی، بدترین است وقتی که دروغ بگی دشتام بزنی. قلب بهترین است وقتی که در قلب صداقت و راستی و اطمینان و توحید خدا باشد. بدترین است وقتی که در شرک و بدعات و کینه و کدورت بوده باشد. گفت بعد از این آزاد است به حکمت که الله به تو داده. قدش هم پخش بود، قد بلندم نداشت لیکن علم داشت، حکمت داشت. حکمت چی را گوید؟ هر چیزی در پرده دانش فیصلی عادلانه شود اون را حکمت گوید. لقمان حکیم آزاد شد، از مصر سفر کرد، در فلسطین آمد. در فلسطین در اون زمان داود علیه السلام مسند پیغمبری داشت، مردم داود علیه السلام تبلیغ میکرد. مصر را گذاشت، جستجو کرد. گفت یک آدمی که دانش و علم داشته باشد. لقمان حکیم در آنجا رفت، پیش حضرت داود علیه السلام رفت، خود اظهار نکرد که من حکمت دارم. بالاخره به تحت تبلیغا و سخنان حضرت داود علیه السلام نشست میکرد. داود علیه السلام زیری میساخت. لقمان حکیم سأل کرد که چی میسازد؟ شاگرد در دکان میگیری، 6 سال تیر شده در حالی که فروش را یاد نگرفته. تابعگار اینمی تلفن است، اینمی لدو هست، اینمی بازیچه است، روی صاحب دکان اون طرف شو پیام میکند. شاگرد عزیز در دکان که رفت تجارت را یاد بگه، در یک جای که کار رفتی شاگرد فلزکار شدی کار را یاد بگه. 6 سال تیر میشه چیز یاد نمیگیری. در مدرسه رفتی 10 سال تیر کردی حافظ قرآن نشدی، عالم دین نشده. چرا این رقم خود مصرف میکنی؟ چرا صدقه و خیرات و زکات مردم در مدرسه میای مفت میخوری یاد نمیگیری؟
عمر ضایع نکو. هر که دانا بود توانا بود. لقمان حکیم صاحب دی توانایی از کجا رسیده که الله از 7 آسمان از لوح محفوظ جبرائیل سرگردان میکنه، با نام لقمان سوره میگذارد. تو چی تربیه داری عزیزی من؟ بیا جامعه را بسازیم، ملت را بسازیم، ملت را جور کنیم، خانواده را جور کنیم. لقمان حکیم میآید به محضر داود علیه السلام، از هم درس یاد میگیرد. بالاخره در نتیجه که لقمان حکیم را که کارکردهایش واگذار میشه، حضرت داود علیه السلام ایرا قاضی القضات در بنی اسرائیل تایید میکنه. وقتی که تعیین قاضی القضات در بنی اسرائیل میشه، یک کسی که برده بود، یک کسی که مزدور بود، یک کسی که نجار خانه بود، الله به قضاوت مسند بنی اسرائیل میکشاند. الله به او انبیا را شاگرد میگرداند. از کجا بود؟ حکمت به معنای دانایی. هر که دانا بود توانا بود. اگر امروز ما درس میخوانیم، اگر امروز ما درسی واقعی بخوانیم، اگر امروز ما تحصیل را به دنبالش بگردیم، همه مشکل ما حل میشه، همه تربیه های ما جور میشه. امروز ما در آرایش ها بسیار کوشش میکنیم. دختر را میبینیم که چقدر خوب زیبایی دارد، نمیبینی که دختر چه قلبی دارد. میدانی کوی از برف، از یخ، عمقش 80 متر در زیر است، 20 مترش بالا. چشم تو چی را میبینه؟ اما 20 متر سفید رویش میبینه. او برادر مسلمان، او 80 متر زیر کنده دارد، اما بیرونی از آن به کنده ایستاده است. چرا 30 متر و 20 متر دیدی 80 متر نمیبینی؟ تو امروز چرا اون جلوبل را میبینی؟ چرا ادب و تربیت را نمیبینی؟ تو امروز چرا موتر 2000 و چندش میبینی؟ چرا ادب و اخلاق و قرآن خواندنش را نمیبینی؟ میدانی در یک سیگریت یک کسی در کدام جای کشیده، کسی دو دختر نمیده، میگه او سیگریت کشیده. ای کاش که بعد دست تو صفحه قرآن میدید، باز فکر که در تو الا چی نمیته. پیامد منفی گناه را دیدی؟ تربیت اگر ما داشته باشیم، ما جلوبل را نبینیم، ما قال را نبینیم، ما حال را بنگریم که حال این دختر چی است، که قلبش چی است. بناهن عزیزی من، پدری عزیز، تربیت را دربارش کوشش کنین، از بردگی به مولایی میرسین. جوانی عزیز، تربیت را به خود پیاده بکنین که از فقر و بیچارگی به ثروت، به امکانات بالا میرسین. عزیزی من، امام شافعی رحمت الله علیه فرزند خود ترکی بود. مادر مسئولیت ادا میکند، مسئولیت بیشتر را مادر زیاد داره. پدر خود کاروبار بیرون میکند، میاره امکانات اقتصادی را به تو تامین میکنه. میدانی لقمان حکیم چی بود؟ یک برده بود. برده که ثروت دارد. تعلیم و تربیت به ثروت و پیسه تعلق ندارد. امام شافعی مادرش میگه برو بچم درس بخوان. درس ای عزیزی من، درس بخوانیم. یک کشور کفری نامش یادم رفتم، هر کسی که در بندخانه بندی است، اگر 6 کتاب بخونه 3 ماه از بندخانهش بخششی برش میه. بندی خود برش کتاب میته. درس بخوانین، درس. هر کسی هستی، در هر منصبی که هستی، در هر مقامی که هستی. میدانی یوسف علیه السلام بعد از 12 سال با دست مشرکین مردم مصر از بند آزاد میشه. چی کمال داشت؟ علم تعبیل رویا داشت. لقمان حکیم به نامش سوره میآید، چی داشت؟ علم و حکمت داشت که الله به قضاوت به مسند میرساند که انبیا پیش زانوی تلامیزی و شاگردی قطع میکنه. هر که دانا بود توانا بود.